بسم الله الرحمن الرحیم. برای عزیز ابو غزل یا حافظ شیرازی یا 142 آیا قدر کاری و طاقت خواه از دخوازم هم بخوینم هم جی شیروغا بکم. دم با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروشی دلق ما که ایست بهتر نمی ارزد. کزین بهتر نمی ارزد. به یک قهر تو دنیای به دست بخی نهجایه. به کرک ما بده کاسک میا صافی کو روایه. یک غم تجوه دنیای بخوی یک سر دنیا تبت. یک غم نهجایه اب دنیا نخواه وی کرک ما وی قاپوت ما وی قبایل سر پشتا ما بفروشه. بده یک کاسه میا باقی میا صافی اشتره هجاتره اشتره رواتره اشتره بابتره کی سیدای جزیرت بجد دل امانت دا بنا اهلا ندی لی بنا اهلا مدا جوهر عبس. دل خواب دشت نهجایی و نهیلا دشت خواب دل خواب نده و کسی کو نه اهلا گرچی موال چکر لبلی ما جوهر خواه عبس بردا مجا تو و نکه. بکوی می فروشان است به جام بر نمی گیرد. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. لگند می فروشانده امانت گل که هشیار به مقابل کاسه یک می میزره تقوا جک مایه. دکوی می فروشانده جه عشق و اوین و اوینداری حقیقی ده به جامه بر نمی گیرد تک از بر خاناده ده شوشک نهجایه. زهی هشیار و سجاده تقوا سجاده تقوا یا کو تو تقوات یجی بکی به یک ساغر به یک برداغ به یک کاسه میا حقیقی نهجایه او عشق الهی کو تج همی درجه بلندتر ببیند. رقیبی سرزنش ها کرد کز این باب رخ برتاب. چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. رقیب من یک مقابل من یک وینا منوه سرزنش کرد گو چه گو بره خواه بابا دجوه دعوه بره خواه جوه میه و جوه فلانه بده آلی که بره خواه بچه که بده دنیا خوشه دنیا شیرینه روی خوش و تشتاد نها پی و بره خوشه با روی خوشه بابده مگوته چه افتاد این سری ما را که خاک در نمی ارزد. یعنی اف چه فایده ددمت کی سر من نه جای خاکا دریزانا دلبره بجی من بره خوشه بابده سری منش آخا دلبره آخا دریزانا دلبره چهتر منینن کی. رقیبی سرزنش کرد جوی دیری تو بری باده که آخا و دری زانه گلک چهتر جد سریعه نه سریع متنش گلک سریعه چهتره. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است. کلاه دلگش است اما به ترک سر نمی ارزد. تاج سلطانی محبوب مرغوب لبله ترسا جان جیت ده یعنی تاج سلطانی حتی مروز دست خواه بخد مروز جانا سره خواه داد سره حواله خواه داد روح انسانات داد چد بیم جان در او درج است. بیم جان ترسا جانی یا روحی درج کریت ده. کلاه دلگش است اما کلاه شبقه یک کلاه یک تاج یک پشک دل مرو پی گشت بد اما
به ترک سر نمی ارزد. نه شاید تو ترک سر خود تو سر خود در ترک نه خبر خواهد به دنیای بده عالی که اف دنیا وک امام شافعی جد بجه کلاخی مراره و صا لسر دگرن شر چه آسان چه آسان می نمود اول غم دریا ببوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد جا اول من دگود بلکی غمین دریا منافع بن بله او ورطین دنیا به هزار گوهر نهی جاید اول میشه گفت بلکی دریا فایدن دریای هنه که مرود و فایده دست خواه بخد هنه غم و تحلیه نویجی مرود بکشد یعنی راحت او نتشت برد کود لایق بابت که مرود دریای بکفت و منافع دریای دست خواه بخد لبله غلط کرده که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد غلط بود نه ولی اف طوفان ها کتل دریای در راست به صد گوهر زیر جیب دست بکفر نه لایقه و نه بابته جا اول من دگود بلکی غمین دلیا منافع بن بله او ورطین دنیا به هزار گوهر نهی شاید سعودیت بجد سعدش شیرازیت بجد به دریا در منافع به شمار است اگر خواهی که سلامت در کنار است و امام شافعی گوتیا و ما هي الا جیفة مستحیلة علیها کلاب همهن اجتذابها بله مالکات دیتت بجد ترا آن به که روی خود مشتاقان بپوشانی که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد ترا او قنجه اشترا او باشه توش مشتاق خواه یکو کنه و حشته دکنو برای خوادن تو تحب حب کن تو برای خوش و بابدی یعنی تو روی خوش دنیای بگهوری کی شادی جهانگیری مرو به خود مزنید و دنیای شادو و خوشی و دلگشی و جهانگیری و دنیای غم لشکر نمی ارزد منو تو سر کماری بی غم لشکرات بکشی یعنی اردوک توهبت غم و درد و کل همه بمینه بیاد مادم که غم لشکر بمینه بیاد شادمانی ها جهانگیری نلایقه بوجه بردر روی خوش بابده به وی دنیای مجیل نبه اف دنیا چندی که هنه خوشی نیشا مرود کد اما نتیجه مسئولیت کیاوه هیا سرمنلوه کیاوه هیا وش دست مرود در که زوال نعمت دخی علم درش او یا قند بپریزی روی شیرین جو مشتاقان جهانگیری لدنیای به غم لشکر نروایا چو حافظ در قناعت گوش و از دنیا یدون بگذر که یک جو منت دونان 200 منظر نمی ارزد بجو وک حافظ قناعت بکر وک حافظ قناعت بکر چونکی جوی دنیا دون یا کم نلایق بگذر جدا بس بده که یک جو منت دونان یک لب جه منت انسان نااهل و نباش و دنی 200 منظر نمی ارزد 200 قنطار زرد دست خواه بخی نلایقه یعنی حتی تو دنیای دست خواه بخی ته منتا نباشا کشی یا پیسا کشی یا انسان گم کشی و جا وقت حافظ خواب قناعت و مجول بکه در دنیا دنی بردشه در باز با منتا و دنیای نکشد 200 زر منتا خلقه کشی حتی تو زر که دست خواه بخی ببیند خیر و خوشیه ده